در استودیوی تعلیمی تلویزیونی فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان طرز کار با تمام تکنیک و تجهیزات ثبت و تنظیم و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از روی اختصاص‌های گوناگون به دانشجویان آموزانیده می‌شود. استودیوی مذکور در آشیانه یکم فاکولته واقع بوده. از استودیوی رادیو و استودیوی تلویزیون عبارت می‌باشد. در استودیوی تعلیمی تلویزیونی فاکولته مذکور ثبت بخش و گزارش، برنامه، لوحه و آچرک همروزه به دانشجویان کورس‌های گوناگون آموزانیده می‌شود. دانشجویان نخستین قدم‌های خود را در سمت آماده نمودن برنامه‌ها از استودیوی مذکور شروع نموده برای متخصص گردیدن تمام نازکی‌های اختصاصشان را می‌آموزند. هم میتوانیم که نظری و هم عملی کارهای خودمان را یعنی تحصیل کنیم و فعالیت خودمان را در روند درس یعنی نشان دهیم. نشان میدهند که چگونه باید برنامه را ثبت کرد، چگونه باید برنامه را پخش مستقیم برای شنوندگان و بینندگان نشان داد. این وابسته از خود دانشجو است. تکنیکی که برای دانشجو لازم است در اینجا یعنی مهیا کرده شده است و اگر که دانشجو خواهد که خودش را یعنی آماده کند به این استودیوی تعلیمی میآید و استادان به حد با اون یعنی جدی مشغول میشوند و اون دانشجو آزادانه میتواند که کار فعالیت کنه. هم یعنی همکاری مینماییم با استادان خودمون، هم ترنینگ ها تشکیل میشود که ما در مدت یک هفته یا میشود ترنینگ 2 هفته فعالیت میکنیم یعنی نوار برداری یا اینکه ثبت و دیگر جزئیاتی که مثلا کسب ما طلب مینماید اون را استادان با تمام نازکی هایشون به ما یاد میدهند و ما میتوانیم که باز وقتی که ما ترنینگ را میگذاریم بعد از ترنینگ با استادان همکاری میکنیم و همون چیز را باز سایقل میدهیم. امروز استودیوی مذکور با تلویزیون‌های مرکزی همکاری نموده متخصصان آماده کرده شده را بعد از ختم دانشگاه در سمت‌های خود روانه می‌سازد. همه روز دانشجویان با راهبری آموزگاران برنامه‌های رادیویی پخش مستقیم را گذرانیده نخستین تجربه خود را در این درگاه می‌گیرند. برای ثبت برنامه‌ها کامراهای زمانوی و تجهیزات ضروری مهیا کرده شده است که دانشجویان همه روزه در وقت‌های معین شده به این مکان آمده تکنیک و تجهیزات فراهم آورده شده را می‌آموزند. ما جوانان سربلند و خوشحالی دوران صاحب استقلالی با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات کشور ابراز می‌داریم که در چنین یک کشور بیشت آسا زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تحصیل داریم. امروز برای ما جوانان سعادتمند در دانشگاه تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است و امروز در نزد فاکولته دانشگاه استودیوی تعلیمی فعالیت می‌کند که برای ما جوانان امکانیت‌های زیادی را فراهم آورده است. ما جوانان می‌توانیم سطح کسبیت خود را در این فاکولته در نزد استودیوی دانشگاه رشد بخشیده من بعد در دیگر شرکت‌های رادیویی و تلویزیونی کار و فعالیت خود را پیش برده در رشد و نمای تاجیکستان عزیزمان سهمگزار باشیم. در فاکولته ژورنالیستیک برای صاحب علم گردیدن دانشجویان کتابخانه که دارای تمام کتاب لازمی است با نام گنجینه تشکیل کرده شده است. کتابخانه مذکور در برابر کتاب و رساله‌های علمی و تخصصی باز ادبیات گوناگون ساحه را فراگیر است. در قسمت دیگری فاکولته مذکور صنفخانه‌های کامپیوتری مجهز با تمام شرایط لازمی و پیوست با خط اینترنت تامین کرده شده است. دانشجویان با راهبری متخصصان ساحه طرز کار با شبکه‌های اینترنتی و سامانه‌ها را می‌آموزند. چون این شرایط مساعد تعلیمی به دانشجویان امکان می‌دهد تا توانند متخصص ساحه گردیده فعالیت را بعد از ختم دانشگاه در سمت خود ادامه دهند.